بفرما آرامی. خوش اومدی. چه بارونی گرفتی بابا. خوش اومدی. وای قربان شما، مزاحم شدم. به خونه ماست اینجا. خیلی عالی. آقا بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زحمت کشیدید. پذیرایی ما جمعی‌ها خرمای جمعه دیگه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای تارتار، در واقع زندگیتون، ازدواجتون برای ما بگین. چه سالی ازدواج کردیم؟ ما سال 76 ازدواج کردیم. اون موقع مربیمون آقای کریمی بود. من بازیکن جوانان پاس بودم که همونجا رشد کردم، اومدم بزرگسالان. مربی ما هم آقا فیروز بود. هر سال توی مولودی‌ها خانواده بازیکن‌ها رو دعوت می‌کردن، مراسمی رو می‌گرفتن، جشن می‌گرفتن. مادر خدا بیامرزه ما هم خدا رفتگانتون بیامرزه توی این مراسم حضور داشت و خانم ما رو در اصل مادرمون اول پسندید. بعد از اینکه ما دیدیم خیلی هم تشکر کردیم. جالب اینه که ما توی آبادان بودیم که مادرم خواستگاری کرده بود خانم منم. همزمان با آقا فیروز بودیم. بعد زنگ زد به من، گفتش مهدی جان من این کارو کردم. مادر من یه جوری عصبانی شدم اول. گفتم چون بحث آقای کریمی هم چون آقا فیروز بود، اگر مثلا قبول نمی‌کرد خب دیگه نمیشد وایسی کنارش کار کنی. من فکر نمی‌کردم خب آقا فیروز هم از قبل دوست داشته این اتفاق بیفته. بعدها فهمیدیم. این بود که سریع گوشی رو داد به برادرم، خب مادرم. گفتش که بیا تو توضیح بده. مثلا داداشم گفت چیزی نشده، من با روی باز استقبال کرده خانم آقای کریمی. گفتم راست میگی؟ یه ذره دیگه شل شدم، خوشم اومد. آقای تارتار، و حاصل این ازدواج؟ در اصل 3 تا فرزند. 2 تاشون الان پیش ما هستن، یکیشون هم قراره بیاد پیشمون توی راهه. به سلامتی داریم. به سلامتی. آقای تارتار، آخرین باری که برای منزل خرید کردین کی بود؟ خب من یادم نمیاد خیلی، ولی خب وقتی تهران تمرینامون رو پیگیری میکنیم، از سر تمرین که میرم خونه همیشه یادم از زنگ میزنم به خانمم، میگم چیزی احتیاج نداری که بگیرم. خوشبختانه اون همه چیزو گرفته. گوشت گوسفند کیلو چنده؟ حالا فکر کنم گرونه، مثلا خیلی ممنون از این قیمتی. بالای 30-40 تومن. دقیق نمیدونم. خیلی خوب. سیب زمینی کیلو چنده؟ واقعیتش نه، نمیدونم. قیمت چی رو میدونین شما؟ فقط لیمو ترشو میدونم، چون که خانومم خیلی دوست داره و مرتب میخره. آره میگه اینو بگی بیا. فکر کنم کیلو 17 تومن یه بار خریدم، 17-18 تومن. کنسرت رفتین؟ علاقه دارین به کنسرت؟ دوست دارم ولی خداییش نرفتم. نرفتم. خواننده مورد علاقتون کیه؟ من این آقای علیزاده رو دوست دارم، چون که هم صداش به نوعی یعنی جذاب، یه صدای گرمی داره و آقای تو سنتی ها این آقایی هست که راجع به ایران زیاد میخونه، سالار عقیلی هم من واقعا آهنگش که یه آهنگش هم آقای پاشازاده توی برنامه ما که خیلی هم بد اجرا کرد. خیلی آهنگ سختی بود. بازیگر مورد علاقتون کیه؟ خب شما دیگه طبیعتا. آقا تو رو خدا اذیت. ولی من کلا شما رو دوست داشتم و میخواستم همیشه یه سوالی رو بکنم، این نقشه منفی رو چطور قبول میکنید شما؟ خب یه جوری جذاب‌ترن برام دیگه. میدونین هم ممیزیایی که در واقع روشون اعمال میشه کمتره نسبت به نقشه‌های مثبت، هم من دوستشون دارم. به نظر من آدما بالاخره ابعاد پیچیده‌ای دارن. یکی از ابعادشون هم این شیشه خورده است دیگه، که حالا میتونه بسته به شرایط و موقعیت آدما کم و زیاد بشه. اگر مهدی تارتار رئیس فدراسیون فوتبال ایران بشه، اولین اقدامی که میکنه چیه؟ ببینید چیزی که خیلی مهمه توی ورزش بحث سلامت افراده و من سعی میکردم تمام افراد ناپاک رو از بدنه فدراسیون خارج بکنم که فوتبال پاک پیاده بشه و این رابطه ها از بین بره.
این بحث ویدیو چک به نظر من چیز بسیار خوبیه که نتونن، البته داورای ما داورای پاکی هن. انصافا هم آقای اصفهانیان هم آقای کامرانیفر سال گذشته خیلی دقت میکردن روی این مسئله. ولی بفرما آرامی، خوش اومدی. چه قرمونی گرفتی بابا. خوش اومدی. وای قربان شما، مزاحم شدم. به خونه ماست اینجا. خیلی عالی. آقا بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زحمت کشید. پذیرایی ما جمعیا خرمای جمعه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای تارتار، در مورد در واقع بفرما آرامی، خوش اومدی. چه قرمونی گرفتی بابا. خوش اومدی. وای قربان شما، مزاحم شدم. به خونه ماست اینجا. خیلی عالی. آقا بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زحمت کشید. پذیرایی ما جمعیا خرمای جمعه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای تارتار، در مورد در واقع زندگیتون، ازدواجتون برای ما بگین. چه سالی ازدواج کردین؟ بفرما آرامی، خوش اومدی. چه قرمونی گرفتی بابا. خوش اومدی. وای قربان شما، مزاحم شدم. به خونه ماست اینجا. خیلی عالی. آقا بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زحمت کشید. پذیرایی ما جمعیا خرمای جمعه. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای تارتار، در مورد در واقع زندگیتون، ازدواجتون برای ما بگین. چه سالی ازدواج کردین؟ ما سال 76 ازدواج کردیم. اون موقع مربیمون آقای کریمی بود. من بازیکن جوانان پاس بودم که همونجا رشد کردم، اومدم بزرگسالان. مربی ما هم آقا فیروز بود. هر سال توی مولودیا خانواده بازیکن‌ها رو دعوت می‌کردن، مراسمی رو می‌گرفتن، جشن می‌گرفتن. مادر خدا بیامرزه ما هم خدا رفتگانتون رو بیامرزه، توی این مراسم حضور داشت و خانم ما رو در اصل مادرمون اول پسندید. بعد از اینکه ما دیدیم خیلی هم تشکر کردیم. جالب اینه که ما توی آبادان بودیم که مادرم خواستگاری کرده بود خانم منم. همزمان با آقا فیروز بودیم. بعد زنگ زد به من، گفتش مهدی جان من این کارو کردم. مادر من یه جوری عصبانی شدم اول. گفتم چون بحث آقای کریمی هم چون آقا فیروز بود، اگر مثلا قبول نمی‌کرد خب دیگه نمیشد وایسی کنارش کار کنی. من فکر نمی‌کردم خب آقا فیروز هم از قبل دوست داشته این اتفاق بیفته. بعدها فهمیدیم این بود که سریع گوشی رو داد به برادرم. خب مادرم گفتش که بیا تو توضیح بده. مثلا داداشم گفت چیزی نشده، من با روی باز استقبال کرده خانم آقای کریمی. گفتم راست میگی؟ یه ذره دیگه شل شدم، خوشم اومد. آقای تارتار، و حاصل این ازدواج در اصل 3 تا فرزند، 2 تاشون الان پیش ما هستن، یکیشون هم قراره بیاد پیشمون توی راهه. به سلامتی داریم. به سلامتی. آقای تارتار، آخرین باری که برای منزل خرید کردین کی بود؟ خب من یادم نمیاد خیلی، ولی خب وقتی تهران تمرینامون رو پیگیری میکنیم، از سر تمرین که میرم خونه همیشه یادم از زنگ میزنم به خانمم، میگم چیزی احتیاج نداری که بگیرم. خوشبختانه اون همه چیزو گرفته. گوشت گوسفند کیلو چنده؟ حالا فکر کنم گرونه، مثلا خیلی ممنون از این قیمتی. بالای 30-40 تومن. دقیق نمیدونم. خیلی خوب. سیب زمینی کیلو چنده؟ واقعیتش نه، نمیدونم. قیمت چی رو میدونین شما؟ فقط لیمو ترشو میدونم چون که خانومم خیلی دوست داره و مرتب میخره. آره میگه اینو بگی بیا. فکر کنم کیلو 17 تومن یه بار خریدم، 17-18 تومن. کنسرت رفتین؟ علاقه دارین به کنسرت؟ دوست دارم ولی خداییش نرفتم. نرفتم. خواننده مورد علاقتون کیه؟ من این آقای علیزاده رو دوست دارم چون که هم صداش به نوعی
یعنی جذاب، یه صدای گرمی داره. و آقای این تو سنتی ها این آقایی هست که راجع به ایران زیاد میخونه، سالار عقیلی هم من واقعا آهنگش که یه آهنگش هم آقای پاشازاده توی برنامه ما که خیلی هم بد اجرا کرد. خیلی آهنگ سختی بود. بازیگر مورد علاقتون کیه؟ امروز که من اومدم جمع و با آقای تارتار سر تمرینشون رفتم، توی خونه با هم یکم گپ زدیم، صحبت شام شد. من ازشون خواهش کردم که شام رو ایشون درست کنن و تو منزلشون با هم شام بخوریم، ولی کار به اینجا کشید که یا املت باید میخوردم یا نیمرو. بعدم گفتم اومدم جنوب، اومدم خلیج فارس، گفت میتونم تن ماهی بهت بدم به جای ماهی. سرآخر تصمیم گرفتیم به خاطر اینکه تبحر زیادی در آشپزی دارن بیایم یکی از رستوران‌های خوب پارس جنوبی، البته شهر جمع، یکی از رستوران‌های خوب شهر جمع و شامو اینجا با هم بخوریم. آقای تارتار چرا هیچی بلد نیستی درست کنی خوب؟ ما از پدر خدا بیامرزمون یاد گرفتیم که کار خونه نباید بکنیم. ای بابا. ولی خب در حد املت و نیمرو اینا بلدن. پس خانوم خونه اگر یه وقت برن سفر، بچه‌ها توسط پدرشون فقط با رستوران و اینا میتونن تغذیه شن. بچه‌ها هم باید ببرن. یعنی در حد رستوران هم دیگه. بچه‌ها هم میبرن معمولا. برنامه بود آقا فیروز شرکت کرده بود، بحث آشپزی بود. یادمه. همین شام ایرانی. شام ایرانی بود که با آقای عبدی اینا بود. بله. اومد قرمه سبزیه رو داد، خانم من درست کرد، برداشت برد اونجا اول شد، هیچی هم به ما نداد. هیچی هم به ما نداد. جایزه دختر هیچی، همه رو کشید بالا. آقا فیروز آقا لورم، یه سال دو سال گذشته ولی لورم. آقای تارتار تو دوره بازیگریتون در واقع بهترین سالتون از نظر خودتون چه سالی بود و کدوم تیم بازی می‌کردین؟ 18 سالم بود، یادم کمتر اومدم سطح اول فوتبال بازی کردم، ولی یه دورانی که منم 4 سالی شد که توی پرسپولیس بودم و تو تیمی بازی میکردم که از بچگی دوستش داشتم، یعنی میرفتم ورزشگاه تشویقش میکردم و رسیده بودم به اون آرزوام. بنابراین هیچ وقت از یادم نمیره دوران پرسپولیس، خاطرات خیلی خوبی رو دارم با اون تیم. تو اون 4 سالی که اونجا بودیم فکر می‌کنم 2 سال قهرمان شدیم. زمان آقای پروین بود با آقای ناصر ابراهیمی، من هنوزم باهاشون ارتباط دارم. اتفاقا چند روز پیش آقای پروین زنگ زده بود میگفت چه تیمی درست کردی، خیلی به ما روحیه داد. ولی یه خاطره بدم دارم از اون دوران، اون برمیگرده به دربی 79. خیلی تلخ بود اون دعوایی که صورت گرفت و بازیکن‌ها زد و خورد کردن. بعد از اون اتفاق اومدیم رختکن، یادم نمیره آقای پروین گفت خاک تو اون سرتون کنه، همتون کتک خوردید، فقط باریکلا به تاتار، تو خوب زدیشون. یه دلگرمی شد، ولی من به فکر اون محرومیت بعدش بودم و واقعا گیج بودم. داشتم از ورزشگاه میرفتم، 3 تا از بازیکن‌ها رو بردن بازداشتگاه بردن، زندان رفتن. منو شناسایی نکرده بودن تو اون دعوایی که بعد از بازی اتفاق افتاد. من خب رفتم با لغت زدم تو کمر آقای نوازی، بعد 2-3 تا موج زده بودم دیگه. بله. من اصلا گیج بودم، داشتم میرفتم خونه، یه دفعه گوشیم زنگ خورد، دیدم آقا فیروز پدر خانومم. گفتم خب بذار بریم شاید یه راهنمایی، یه چیزی بالاخره تو این شرایط شاید کمکمون کنه دیگه. منم صحنه یادم نبود، خواستم ببینم اونایی که از تلویزیون دیدن چی دیدن، چون اون مهم بود. از طریق اون باید محروم می شدیم. گفت مهدی جان. گفتم بله آقا فیروز. گفت چته؟ گفتم هیچی بابا، اصلا در به داغونم. گفت برای چی؟ گفتم بابا زدم تو کمر نوازی، الان محروم. اوج کارم هم بودم، یعنی کارو گرفته بودم، فیکس پرسپولیس قرار بود اصلا دعوت شم تیم ملی. گفت اصلا ناراحت نباش. گفتم چطور مگه؟ گفت من صحنه رو دیدم. گفتم خب. گفت میری اونجا تو کمیته انضباطی. گفتن چی شد، چه اتفاقی افتاد؟
قشنگ همینی که من بهت میگم میگی. گفت بهشون بگو. اومدم برم دیدم آقای استیلی پیشکسوته، آقای نوازی هم جوونه، دعواه. اومدم برم اینا رو جدا کنم، دیدم هیچ راهی نیست. چیکار کنم چیکار نکنم؟ پریدم از روشون، از این چند تا بازیکن پریدم از روشون و پام هم این وسط خورد و کمر نوازی. گفتم راست میگی آقا، من نمیدونستم، صحنه رو ندیده بودم. گفتم واقعا؟ آره همین به همین راحتی. منم نمیدونم، ساده بودم، نمیدونستم آقا فیروز داره شوخی میکنه. جدی به من گفت. ما هم رفتیم 2 روز دیگه کمیته انضباطی. وای. حالا فیلمو ندیده بودیم، نمیدونستیم اصلا چی شده. نشستن همه مسئولین، همه بازیکنهای خاطی و آخر مسئولین اونجا بودن. گفتن آقای تاتار شما چرا این کارو کردی؟ شما که اصلا سابقه نداشتی. گفتم من کاری نکردم. یعنی چی؟ چی شد پس؟ چرا زدی؟ گفتم من نزدم. من کی زدم؟ بعد گفتم پس چجوری شد؟ گفتم هیچ. اومدم برم وسط جدا کنم. این همون آقا حرف آقا فیلم. بعد تا اینو گفتم ترکید اصلا مجلس. اصلا این اونو نگاه که اونو گفت ما رو مسخره کردی. منم ندیده بودم صحنه رو. بعد آقای فردوسی پور نشون داد تو برنامه. تازه خودت تازه فهمیدم چیکار کردم. رئیس کمیته انضباطی برگشت گفتش که ما می‌خواستیم تو رو 3 ماه محروم کنیم، با این دروغی که گفتی 6 ماه مثل بقیه محروم میشی. زدم تو سرم فوتبالم. آقا کریمی چی گفت؟ آقا فیروز گفت یعنی چی؟ یه اعتراض بزن. گفتم بابا من موش زدم، بعدش رفتم لغت زدم. بریدم. گفت من اینجوری دیدم مهدی جان.